سلام. چقدر کچلی. سلام. سلام وقتتون بخیر. امروز قراره یه سری کروسان های شرکتی با هم تست ببینیم بهترینش کدومه. برندایی که داریم اینا. اینکه 8 تا 2 به 2 مقایسه می‌کنیم. خب به نظر من ما اینجا یه داریم که از یه شرکت هم فقط 2 تا طعم مختلفن، کاکائویی و فندقی هن. این دوتا رو اول تست بکنیم. خب حل بدیم که چیزمون جور در بیاد، ولی ما در هر صورت کاکائوییشو میاریم بالا که بخواد رقابت رو انجام بده. که فندقی فقط گرفتم ببینم فندقی چجوریه، چون همشون کاکائویی بودن. خب لیگ بندی به این صورت حساب کن اینجوری و این دوتا میخورم به هم گاز میکنم. چرا کوچیکه در وقتی اول خیلی کوچولوه نسبت به قیمت 16000 تومانی، واقعا کوچیکه. یه هم هست. این فندقیشو باز کردم اول. قوطی‌هاشو پوشش نکن، یه جوری باز کن، اضافه‌شو بزنیم روش بمونه بریم کدوم به کدومه. این فندقی. این فندقی. مقدار شکلات داخلش خیلی زیاده. عملاً هیچیه. یه ذره است. این فندقی. فندقی اول ببین. خمیره اینا. خیلی به درد نخور بود. این نکته جالبی داره، مدل شکلاتیش با فندقیش کامل فرق می‌کنه. اون رو دیدی اینم نگاه کن. مثلا اندازه‌ش هم حتی فرق می‌کنه. راست میگی سره. شاید بچه جدید قدیمه. یا حتی توش هم فرق می‌کنه. چطور توش هم اون خیلی خمیره. اون خیلی بود. اون فندقی بود. این کاکائویه. کاکائوش هم انصافاً کاکائوش خیلی شیرینه و از این کاکائو نمیده، ولی حداقل عین قبلی ولی خیلی کیک بهتری نسبت به اون یکی. مثلا اگه قرار بود مسابقه هم بدن کاکائوش صد میومد بالا. چیز بعدی دو تا برند یه مقدار کمتر شناخته شده توی کروسان احتمالاً، برند دودو یا دودو اگه اشتباه نکنم و مزرعه ناب. مزرعه ناب از کجا بود؟ کروسان مزرعه ناب و همین دودو احمدی اینو بایسته. خب این مزرعه ناب انصافاً قشنگ‌تره. خیلی سفته انگار. 10 لول از شیبابا قشنگ‌تره. اینو رسم می‌کنیم میریم. یه چیز قرینه نیست. قناسی داره زده مزرعه ناب. یه جور شده کاکائوشو جفتم میگه. کاکائوش ولی خوب کاکائو زدن. از چیز خیلی بره زیاد زدن. تا تهش کاکائو هست. والا چیز همون وسطش بود. انصافاً چیز خوبی. کاکائوش به مراتب بیشتر مزه کاکائو میده. کاکائو شیرین نیست، مزه کاکائو میده. مزه کاکائو میده. شیرینیش هم پخته و برشته است، اصلا لایه‌ای. این کیک خوبه. این که ببینم دودو ببینم چیکار می‌کنه. انصافاً دودو هم انصافاً اصلا شبیه کروسان، یعنی اینجوری بافت کروسان طوری داره. بزرگتر هست احساس می‌کنم رو دودوه. این هم بزرگتر از شیوا. بزرگتر از شیوا. کاکائو رو ببین اینجوری میشه. پر کاکائوه. این کروسان نیست ولی کیکه اینا مال کروسان. اینا کیکه. آره. اینا لایه‌ای ولی اینجوری نیست. این هم لایه‌ای هست ولی اینجوری نیست. حتی کیکه کیکه با قالب زدن. باز میشه؟ نمیدونم. نظرت کدومه؟
مزرعه ناب. مزرعه ناب به نظر من بلا استثنا مزرعه ناب. اصلا مدل کاکائو و ایناش اصلا اون فرق از شیبابا ولی بهتر بود. شیبابا تو انا از همشون بدتر بودن اصلا. بعدی پچ پچ رو داریم به همراه موینی پور رو من پچ پچش رو کروسانش رو تا حالا ندیده بودم، یعنی چیزش رو دیده بودم. موینی پور رو میشناسی که خیلی معروفه، شو اینترنتی که باز میکنی میره اکسپلور میزنه که یک برندی میکنه خیلی خوب در انصافا هر جا میدید این شکلی. حتی کروسانش هم شبیه اون کیکای چیزشه، جعبه‌ایش کروسان نیست، این دوباره همونجوری کیکه. عکس روش چی؟ عکس روش این کروسان گرد. ببین کروسان هم روش ننوشته چوکوپیچ. نه از این کروسان پیچی هست. آره از این کروسان ساده هست. آره هر چی باشه. نه من کیکی عملا، یعنی هیچ ربطی احساس می‌کنم به کروسان نداره، ولی خب کاکائو زیادی زدن. دل داده کاکائو زدنی. کاکائو اینم شیرینه. که کاکائوش رو شیرین من اذیت کنم. خیلی شیرین. پچ پچ اینم خوبه. کروسان نیست ولی کیک خوشمزه‌ایه. کورد خوشمزه است. کورد که رنی خمیر نیست. سفت بستنیش اینو بچه میخواد بخرم. این همه جلو بازی زدی که چیه؟ این شبیه کروسان. پچ 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 که معروف ترین کروسانه. قدیمی ترینشونه فکر کنم دیگه. ترینه. فکر کنم یعنی ما اما که یادم میاد پچ پچ به همه اینا میگن پچ پچ. آره به همه اینا میگن پچ پچ. اوه چه کاکائویی زدن انصافا. زفته. کاکائو اینم مزه اگه آب شکر میده. نظر دیگه ای نداری من پچ پچو دارم راهی میکنم به چیز بالاتر. یعنی موینی پور بهتره؟ نه یه باید دیگه بزنم. پچ پچ ذره خمیره. اونجوری میخوایمش اگه بره بالا. پچ پچ بهتره. نه موینی پور بهتره. پچ پچ بهتره. اگه دیگه بزنم این بافتش پخته، این انگار زیر آفتاب خوش کردن، خمیره. خب اون مزه‌شو دو در اون شاید مثلا کهنه‌تره تو مونده تو مغازه. مزه اینم بهتره. خب کاکائو جفتشون که آب شکره. صبر کن. کاکائو موینی پور هم بهتره. این خیلی آب شکره با یه ذره سنگ آزغیچی انصافا رو قبول نمی‌کنم. این اصلا خیلی خوشمزه داره. اصلا اون خیلی به نظر من باز خوشمزه داره. نه نخورش دیگه تمامشون نخور. سنگ آزغیچی نخور. گوشته میخوایم من اصلا قبول نمی‌کنم. چیه؟ سنگ آزغیچی چه میگی؟ سنگ کاغذ قیچی. یعنی نه چی ستایی بود؟ ستایی بود. خب یکیش من سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی، سنگ دو یک من دیگه سنگ وایس این از سنگ از بالا بیاد سنگ کاغذ قیچی سه یک تمش. من چه کاغذ آوردم؟ خب نانآوران رو داریم. نانآوران معمولا نون داشتیم ما دیده بودیم ازش و مستر کیک. مستر کیک اصلا تا عده اون برنده از کجا بردی؟ ناشناخته زیادی دید. سه تا برند ناشناخته داشته مستر کیک. میریم اول برای نونآوران. پچ همه اصلا پچ بهتر مشخص پچ بهتر بود ولی بدمزه بود. بدمزه که کروسانش این شکلیه. میریم برای قاچ کردنش. چقدر نرمه بافتش. دست بزن.
بومیه اوه کاکاوش ریخ که منجی کاکاو سمت من کجا ماشاءالله خطی تا کاکاو زدن شیبابا کاکاوی زدن همچنان شیبابا خیلی آشغال بود واقعا نون آورده بود درم حتی مزه کاکاوش از احساس نمیشد با اینکه زیاد بود شارژ میکنی من بازش کنم مستر کیک اونجوری که روی جلدش مشخصه انگاری که یعنی کاکائو بیشتری داره یعنی کارو بگی روش هم شکلاتیه یا یه کاکائوی مالیدن دیگه نه کاکائوه مالیدن یا رنگه نه کاکائو مالیدن یه کاکائو توش هم لایه کاکائویه قشنگ مشخص اینجوری لایه ها رو باز کردن مالیدن شاقون حتما شکم من چیکار میکنی؟ احساس میکنم مزه خوبی هم داشته باشه سوسا بود رقیبش رو بده ببینم نانآوران بود اون نان بود آمه نانآوران بود اون اصلا مزه نمیداد رقیب راحتی بهش خورده نه این کار هی نکن خب این بهتره نانآوران البته خیلی ضعیف عمل کرده بود نانآوران مزه خمیرش خوبه ولی اصلا پچ نیست که نونه قشنگ نپختن یه جوری پختن نونه اون دوتا نارنجی رو بیار چی بابا برای چی باید الان اومده باشه بالا وقتی موینی پور اونجاست موینی پور و حتی دورو هم خیلی خوب بود دورو بود و دودو بود دودو مطمئنی دورو نه دودو بود آقا انگلیسی هم خوندم چایم ریختم خب الان چی رو با چی خب اون دوتا نارنجی ها رو بیار که اول اومدن بالا پیاده شد یارو یه تیکش پیاده شد چیه این؟ مزرعه ناب رو داریم توی مرحله بعدی و شیبابا واقعا احتیاج رو تست کردن داره؟ واقعا احتیاج نداره بزن بیالا بزن مزرعه ناب انصافا زحمت کشیدم خوب کار در آورده قشنگ لایه است برشته است نسبتا به شیبارا رو بزن ببین شیبابا تلاشش کرده ولی گرم نیومده مزرعه ناب رفت بالا بعدی رو من مزرعه ناب فرستادی فینال مزرعه ناب تو خوابم نمیدید پسرم بره تا فینال این چی بود؟ این پچه این چیه؟ پچه این مستر کیکه نه چاق آوردم واسه چیچه اونجوری میکنی آره یه کاکاو بده کاکاوی زیادی آره کاکاوی زیادی با من داره پچ مایه گذاشته اینجا خیس شد پچ خوبه از پچ راضی نیستم چرا؟ خیلی شیرین هم خودش هم این از شیبابا خیلی نرمه برشتگی نداره این چی بود؟ مستر کیکه مستر کیک به مراتب بهتره مستر کیک؟ اصلا میدونی؟ ولی کاکاوشون زیادی زره البته دابل کاکائو حالت دورو چون کاکائو حس کاکائو بیشتر بهت میده منم کاکائو چون بیشتر دوست دارم احساس کنم اینو فقط کاکائوشو کم کنن خیلی بهتر میشه کاکائو بهتری بهش بزنن خیلی خوب میشه پچ رفت بیرون
پچ من خیلی خوشم اومد. دست من کاکائو شد. خب 2 تا برند ناشناخته رو آوردیم تو فینال. چی بود؟ مزرعه ناب. من نمیخوام بخورم. و منم نمیخوام بخورم. میدونم که مزرعه ناب بهتره. آره مزرعه ناب انصافا بهتره. برشته است. برشته که نه اونقدر مثلا خورد باشه ولی خمیر نیست مثل شیوا و پچ و حس مثلا توی تنور رفتنشو میگیری. اون فازشه ببین. آره نه خبری جدی نیست. مال شیواوا رو کوشش. مال شیواوا یا حتی موینی پور رو اصلا انگار روشو مثلا نمیدونم چیکار کردن. موینی پور بده من. چرت و پرت نگو درش موینی پور بدبخت. کو موینی پور؟ موینی پور رو بده من با این فینالیت مقایسه کنم. چی بود؟ کروسان مزرعه ناب. آقا حتی کروسان هم نیستش. خب کروسان نیست. ولی خب همونجوری پیچیدن لایه‌ایه مثلا. پیچ خورده تو هم. کیک هم نیست. کروسان یکی شکل کروسان نیست. اصلا موینی پور رو من نمیتونم قبول کنم. همینجوری بیا قبول کنیم. مزرعه ناب اوله ولی موینی پور دوم هست. موینی پور اصلا دوم. اینو یه تست بزن تو شما. چیه؟ این رقیب مزرعه ناب بود. نظر من این حتی دوم هم میتونست بشه. اگه از یه طرف دیگه جدول میومد بالا. این دوم میتونست. این چی؟ دو خیلی من خوشم اومد. دو ما دو مزرعه ناب خوبه، دودو خوبه، موینی پور باز بد نیست، خوبه. این اگه کاکائو زیاد دوست دارید چی بود اسمش؟ مستر کیک خوبه، شیوابا، نانورام، پچ اینا رو بذارید مشما، بذارید کناری. نه پچ زمان این شیوابا خمیر بود، کاکائوش هم مزه آب شکر. من اصلا موینی پور رو به عنوان کروسان نمی‌تونم قبول کنم. مزه‌اش ولی مزه‌اش خوب بود. نمیتونم قبول مزه‌اش خوب. ولی دودو و مزرعه ناب بهترین کروسان‌های شرکتی هستن که میتونید بخرید. بقیه‌شون اصلا اختلاف زیاد بود. مثلا مستر کیک خوب بود ولی اصلا با اختلاف زیاد بود. دودو ولی بهترین چیزو داشت. بهترین نونو داره. آره. انصافا هم کیک خیلی خوبی داشتش، هم کاکائوش به اندازه کافی بود. فقط این کاکائوش مزه آب شکر. آره کاکائوش زار بی‌مزه بود ولی به اندازه بود. مزه نه. همون آب شکر قاطی کردن به اسم کاکائو یه ذره رنگ زدن. حتی ما کاکائو اونجوری شیرین دوست کاکائو نداریم. مزه آره میدونم بعد مزه کاکائو نمیده. اکثر جامعه چیز دوست دارن. هر چه شیرین تر باشه رو بیشتر دوست دارن. دقیقاً. بعد همون 100% خیلی خوششون میاد. نتیجه این که من تازه با چای هم تست کردم. مارکتینگ مهم نیست، مهم کمیت، کیفیت مهمه. شیوا رو تو ما هر جا میری میبینی ولی اصلا به درد نمیخوره. دودو اگه دوست داری اسپانسر بره. دودو اولی. خب بریم آقا مزرعه ناب. متوجه شدیم که مزرعه ناب و دودو بهترین کروسانایی هستن که ما میتونیم تهیه کنیم. یه ویدیو باید کروسان بپزیم و بخوریم. کروسان هم میپزیم میخوریم. بریم که کروسان بپزیم. کاش یه کروسان ما 100% این بهتر میشه. کروسان من اون خب کروسان مغازه شرکتی نیست. اون نماینده کلیه شیرینی بازی این مغازه با اون مغازه 100% فرق میکنه. اون اصلا نمیشه چیز کرد قیاس کرد. متوسط ارزونش اصلا عین همه چیزای آزاد دیگه. احتمال داره هر کدوم یه مزه خاص خودشون داشته باشن. بریم تا برنامه چی؟ تا درودی دیگر بدرود.